درود عزیزان، به داستان طاووس خوش اومدید. هاجر تا کلون در رو باز کرد، ننه خانوم دست برد سمت یقش، محکم از گریبانش کشید، دندوناش رو هم قفل کرد و گفت دختر حیدر رو میدزدی نمک نشناس؟ کم به تو و خانوادت اون پدر پیر پاتالت لطف داشتیم؟ پدرتو در میارم زنی که دیوونه. بعد هاجر رو هلش داد سمت 2 از نوکرای امارت، گفت ببریدش امارت. صدای سوزناک گریه رجبعلی رو شنیدم، قلبم پاره شد. سر چرخوندم سمتش. من تا چشم باز کرده بودم جز محبت و مهربونی از رجبعلی هیچی ندیده بودم. یه قدم رفتم سمتش. گریه نکن عمو. ننه خانم سرم قرید. خفه شو طاووس، بیا اینجا. منو کشید زیر بازوش. از دیروز غروب تا الان 1000 بار مردم و زنده شدم. همش فکرای بد میکردم. خدا رو شکر که حالت خوبه. یکی از نوکرا دیده که هاجر تو رو آورده اینجا. بذار حیدر بیاد، حسابشونو میذارم کف دستشون. تا حیدر بیاد اون زنیکه دیوونه رو هم میگم تو زیر زمین زندونیش کنن. بعد رو کرد به رجبعلی. وقتی مثل سگ از امارت پرتتون کنیم بیرون، اون وقت میفهمی باید تو کله اون دختر دیوونت فرو میکردی که نباید دور و بر تک دختر حیدر میپلکید. یه عمر جای نرم و گرم دادیم، بهتون غذا دادیم، خودت خانوادت همه چیزون به راه بود، ولی شما چیکار کردید؟ با آبروی پسر من بازی میکنید؟ الان برگرد امارت، ولی بترس از صبح روزی که حیدر و زنش از زیارت برگردن. از اون روز بترس رجبعلی قرازه. صدای گریه رجبعلی بیشتر شد. میزد تو سر خودش، میگفت تو رو خدا خانوم ببخشید، دخترم دیوونه است، همه میدونن، حالا یه خبطی کرده، بذارید پای دیوونگیش. من گردن شکسته رو آواره کوچه و بازار نکنید، من جایی ندارم برم. ننه خانوم بدون توجه به التماس‌های رجبعلی من کشید و گفت بریم. نوکر و نوچه ها هم پشت سرمون راه افتادن. بالاخره هوا که روشن شد رسیدیم به امارت. ننه خانوم همون لحظه دستور داد منو بفرستن حموم تا تر تمیز بشم و لباس عوض کنم. آخه سر و وضعم خیلی نامرتب بود. همیشه خاله قزبس منو میبرد حموم، ولی اون روز به خاطر کبودیایی که بین پاهام بود ترسیدم. خاله قزبس زن باهوشی بود، اگر میفهمید چه بلایی به سرم میومد. برای همین مجبور شدم اون روز داد و بیداد کنم. نمیخوام حموم کنم، برم کنید، برید گم شید. میخوام بخوابم، میخوام تنها باشم، گفتم برید همتون. اولین بار بود اهل امارت این رفتار رو از من میدیدن. همیشه با همشون مهربون بودم، هوای همشون رو داشتم. نمیگم من خوب بودم، نه، این مادرم بود که منو مهربون تربیت کرده بود. دلم برای همه میسوخت و قصه همه رو میکشیدم. حالا این دختر مهربون یاغی و سرکش شده بود. یه شبم که فکر میکردن من با هاجر موندم، پس همه ها شروع شد. گفتن دختر حیدر جن زده شده. صدای گریه ننه خانوم اون روز تا شب گوشم آزار داد، ولی من مجبور بودم به خاطر حفظ آبروی پدر مادرم خودم رو به دیوونگی بزنم تا کسی چند روزی سمتم نیاد، تا این کبودیای بدنم از بین بره. بالاخره 1 هفته گذشت. دیگه حالم از خودم به هم میخورد. نگاهی به بدنم انداختم. تقریبا خوب شده بودم. سری برای خودم لباس برداشتم. راهی گرمابه که گوشه حیاط بود شدم. وسط حیاط بودم که کنیزای امارت منو با دیدن خود به انگشت نشون میدادن. پچ پچ میکردن. خبر خیلی زود به ننه خانم و خاله قزبس رسید. تا دم گرمابه رسیدم، ننه خانم با صدای شاد و خوشحال گفت طاووس، قربونت برم، خوبی مادر جان؟ براش لبخند آرومی زدم و گفتم خوبم. ننه خانوم با ذوق به خاله قزبس گفت دیدی گفتم کار اون دعانویسه خیلی خوبه، بیا حال طاووس خوب شد. تو دلم برای ننه خانوم خندیدم. شنیده بودم که تو این 1 هفته دست به یقه جادو و جنبل شده تا حال من خوب بشه. خبر نداشت که خبری از جن و روح و شیطان نیست. خبر نداشت شیطانی که روح منو تسخیر کرده تو زیر زمین خونشه. ننه خانوم خاله قزبس فرستاد که منو خوب بشوره، چون معتقد بود من خودم رو گربه شور میکنم. با خاله قزبس داخل گرمابه شدیم. ازش خجالت نمیکشیدم، چون از بچگی اون حمومم کرده بود. لباسامو از تنم بیرون کند. کنار دیگ آب جوش که زیرش هیزم داشت زبانه میکشید ایستادم. خاله قزبس نزدیکم اومد. چشماش پر اشک شد. داره سردم میشه منو زودتر بشوری؟ دیدمت طاووس. اون شب دیدمت رفتی زیر زمین. قلبم تو دهنم اومد.
مات و مبهوت به خاله قزبست خیره شدم. خاله قزبست نگران نگاهی به در چوبی گرمابه انداخت. خیالش که راحت شد در بسته است گفت: کدخدا بهم گفته بود اگه دیدی اونجا سرم میبرن حق نداری بری. چشمتو میبندی و راهتو میکشی و میری دنبال کارت. وقتی دیدم رفتی تو زیر زمین از ترس کدخدا نتونستم کاری کنم. وقتی همه نگرانت بودن دنبالت میگشتن لالمونی گرفتم. آخه ترسیدم اگه به گوش کدخدا برسه تو زیر زمین بودی اتفاق بدی برات بیفته. خاله قزبست آب داغ توی دیگ رو با آب سرد دیگه قاطی کرد و با سطل کوچیکی آب ولرم رو برداشت و ریخت رو موهام. حالا تو بگو طاووس، اون زیر زمین چه خبره؟ چرا آقات قدغن کرده به جز رجب علی کسی حق نداره اونجا بره؟ کسی چیزی اونجاست؟ اصلا چطور هاجر تو رو برد تو کلبه وقتی تو زیر زمین بودی؟ آهی کشیدم. دستم رو بدنم گذاشتم. حس می کردم تمام استخونام درد میکنه. آب بریز خاله، آب بریز. خاله قزبست تون تون آب ریخت. کاملا که خیس شدم نفسی کشید و بهش گفتم هیچ چیز و هیچ کسی رو اونجا ندیدم. فقط ترسیدم. همون لحظه هم هاجر اومد زیر زمین و با هم از عمارت رفتیم بیرون. مطمئنی طاووس؟ سرم به نشونه آره پایین آوردم. آره من فقط کمی ترسیدم. وحشت کردم. چند روزی هم بگذره حالم خوب میشه. نذر کردیم تا آمدن کدخدا و مادرت حالت که بهتر بشه آش بپزیم تا 7 در و همسایه پخش کنیم. طاووس، اخلاق پدرتو که میشناسی تو رو به خدا به خاطر کنیزا و غلامام که شده باید حالت خوب بشه وگرنه پدر هممونو در میاره. براش لبخند زدم. خیالت راحت، من حالم خوبه. خاله قزبست با ذوق منو شست. لباسای تمیز به تنم کرد. برد منو تو اتاق و شیر گرم برام آورد. کتابی که دوست داشتم و بهم داد و گفت بخون تا سرگرم شی. چند روزی همینجوری گذشت. دیگه همه چیز مثل قبل شده بود. یه روز ظهر دربونچی داد زد و گفت کدخدا و خانم جان دارن مشرف میشن. هیاهوی عجیبی تو عمارت به پا شد. همه دست به سینه صف ایستادن تا آقام و مادرم بیان تو. دل تو دلم نبود. همه خوشحال بودن. منم خوشحال بودم، اما ترس اینم داشتم که پرده از حقیقت برداشته بشه. بالاخره خودم رو کمی آروم کردم و منم رفتم سمت حیاط. آروم آروم داشتم نزدیک در عمارت می شدم که صدای مهربون مادرم تو گوشم طنین انداخت. سرمو که بالا گرفتم آغوشش رو باز دیدم. دویدم سمتش. چقدر دلم گریه می خواست. حالا آغوش مادرم رو داشتم و بهونه دلتنگیش زار زدم. برای روزایی که قرار بود ماه از پشت ابر بیرون بیاد زار زدم. برای روزایی که قرار بود همه چیز رو بشه ولی نمیدونستم اون روز کیه. ولی یقین داشتم که بالاخره میرسه. مادرم با بوسه هاش منو آروم کرد. کمی بعد پدرم وارد شد. همه سلام و خوش آمدگویی میکردن. زیارت قبول بهش میگفتن. پدرم با همه سلام و احوال پرسی کرد. رسید به من. همیشه سرد و خشک بود. همیشه. بلد نبود دوست داشتنشو نشون بده یا حتی به زبون بیاره. ولی این بار دستی رو سرم کشید. خوبی طاووس بابا؟ با لبخند گفتم خوبم. آروم خم شد زیر گوشم گفت تو خراسان کنار مرقد یه کفبین دست مادرتو دید و گفت یه شاه پسر تو راه داره. چشمام برق زد. پدرم گوشه سیبیلاشو با انگشتاش کشید و با لبخندی از کنارم رد شد. داشت پله ها رو بالا میرفت که یهو برگشت و رو به یکی از نوکرها گفت کسی که توی این مدت تو زیر زمین نرفته. نه آقا، فقط رجب علی روزی یه بار سرک میکشه، برمیگرده طبق اوامر خودتون. پدرم نفسشو عمیق بیرون داد. خوبه. سری چرخوند. چشمش که به رجب علی نیفتاد با لحن تندی گفت کو؟ نمیبینمش. پیداش کنید بگید کارش دارم. بعد با عجله رفت خونه. بعدش هم صدای روبوسی و احوال پرسیش با ننه خانوم کل عمارت رو پر کرده بود. مادرم دستش رو شونم گذاشت. به نظرم کمی رنگت پریده، کمی هم لاغر شدی. به زحمت لبخندی زدم و گفتم به خاطر درد فراغه. درد دوری از شما کم دردی نیست مادر. داشتم از غصه دق می‌کردم. مادر رو سرم رو بوسید. انشالله که برات یه برادر بیارم تا وقتی خودم نباشم یکی کنارت باشه احساس تنهایی نکنی. با مادرم همونطور که درد دل می‌کردیم رفتیم تو خونه. ننه خانم که فهمیده بود کفبین گفته تو راهی مادرم پسره، دستور داد برای شام همه ایل و طایفه رو دعوت کنن، ولیمه بدن.
شور و ذوق عجیبی تو عمارت به پا شده بود. همه خوشحال بودن. همه از شادی که اینکه کت خدا شاد بود میخواستن شادی کنن. صدای بگو بخند از همه جای عمارت به گوش میرسید. ننه خانوم با پدرم سر اسم خانزاده بگو مگو میکردن. ننه خانوم میگفت الا بلا که باید اسمشو بذاریم محمد میرزا. نگاهی از پنجره به حیاط انداختم. چقدر همه خوشبخت بودیم. از در و دیوار عمارت خوشبختی بالا میرفت. بالاخره غروب شد. خدم و حشم سفره‌های طویل رو دور تا دور حیاط به پا کردن. کم کم سر و کله مهمونا پیدا شد. داشتم مهمونا رو نگاه میکردم که یهو دیدم شوهر خالم با اهل و عیالش که خالم 2 پسر و 3 دختر داشت وارد عمارت شدن. ازشون استقبال و پذیرایی شد. رفتن کنار بقیه مهمونا. وای خدا، با دیدن فرهاد که کنار برادرش قدم برمی داشت رعشه گرفتم. خون به سرعت دوید تو رگهام. حرارت عجیبی وجودم رو در بر گرفت. محو تماشای فرهاد بودم. پسری قد بلند با چشمهای ریز و روشن، موهای لخت و خرمایی با صورت کشیده. دماغش کوچیک و متناسب صورت کشیدش بود، ولی قوز کوچیکی رو دماغش بود که گاهی وقتا نیمرخ که می‌ایستاد هویدا می‌شد. داشتم با کلی ذوق فرهاد رو برانداز می‌کردم که دست مادرم رو روشونم حس کردم. با لبخند برگشتم. مادرم آهی کشید. حس خوبیه نه؟ دستپاچه گفتم چی؟ دوست داشتن دیگه. تا بناگوش سرخ شدم. سرمو پایین انداختم. خجالت نداره مادر؟ خب تو فرهادو دوست داری، فرهادم تو رو. همه اینا میدونن. حالا به خاطر این مجنون لیلی نمیخواد یه لباس خوشگل‌تر تنش کنه تا مادرش ببینه و کیف کنه؟ چشم، الان لباسمو عوض میکنم. من میرم پیش مهمونا. تو هم لباس عوض کردی بیا پیش خودم. چشم. مادرم میخواست از در بیرون بره که گفتم مامان تو پدر دوست داشتی وقتی زنش شدی؟ مادرم چشماش یهو پر شد از غم. با بغض گفت نه. بعد دستش رو دماغش گذاشت. به کسی در این مورد چیزی نگو. بعدم برات مفصل میگم. چشمی آروم گفتم. مادرم رفت. منم با عجله سمت صندوقچه لباس ها رفتم. یکی یکی لباسامو نگاه کردم. بالاخره یه لباس بلند چیندار سبز پشمی مخمل با گلدوزی های طلایی رنگ انتخاب کردم. لباسمو پوشیدم. همیشه از این مدل لباسا بیزار بودم. آخه خیلی سنگین بودن. سخت بود باهاشون راه رفتن، ولی خب چاره‌ای نبود. شال سفید خوشگلی هم به سرم کردم. شونه‌ای هم به فرق سرم زدم تا صاف بشه. بعد راهی حیاط شدم که برم پیش مهمونا. غافل از این که ما رو دنبال کنید. قسمت‌های بعدی به زودی آپلود میشه.